تو این ویدیو میخوایم مهمترین و عجیبترین ساختمون‌های دنیا رو ببینیم. امیدوارم براتون جالب باشه. این سنگین‌ترین ساختمون دنیاست. 4 میلیون تن وزن این ساختمونه. شاید بگین مگه میشه این سنگین‌تر از ساختمون‌های دیگه باشه؟ ساختمونی مثلا مثل امپایر استیت یا برج خلیفه. بله، این ساختمون خیلی سنگین‌تر از اونهاست. سنگین‌تر از این روی کره زمین فقط یک ساختار وجود داره. اونم هرم جیزه است. ولی این به عنوان یک ساختمان حساب نمیشه. برای اینکه مقایسه کنید، برج خلیفه فقط 500,000 تن وزن داره. یعنی 1/8 این ساختمون. بقیه برج‌های سنگین دنیا هم همینطور. همشون از این سبکترن. حالا بریم ببینیم داستان این ساختمون چیه. این آقا رو که میشناسید، نیکولای چاوشسکو. ایشون هم همسرشونه. خیلی ها میگن این زوج شیطانی ترین زوج دوران مدرنن. چاوشسکو از دهه 70 همیشه آرزو داشت که بخارست پایتخت رومانی رو به بهترین پایتخت کشورهای کمونیستی دنیا تبدیل کنه. کشور رومانی تقریباً یک کشور کوهستانیه و به خاطر همین هم هست که به عنوان زلزله‌خیزترین کشور اروپا شناخته میشه. در 4 مارس 1977 یک زلزله 7 ریشتری که مرکز اون در نزدیکی‌های بخارست بود، نه تنها بخارست رو نیمه ویران میکنه، بلکه کلی از شهرها و روستاهای رومانی هم صدمه میبینه. این زلزله فقط 1500 تا کشته میده، اما صدها هزار نفر رو بیخانمان میکنه. میشه گفت یکی از بدترین دوران رومانی در حال گذره و مردم واقعاً در مضیقه‌اند. بعد از این زمین لرزه، آقای چاوشسکو و همسرش میان از رو بلندی شهر بخارست رو نگاه میکنن و چاوشسکو یک لبخند رضایتی میاد رو لبش. میگه درست عین همونی که میخواستم. حالا این شهر باید از نو ساخته بشه. اونم اونجوری که من دوست دارم، نه اونجوری که قبلا بوده. مردم گرفتارن، خونه ندارن و آواره شدن به این طرف اون طرف. اما چاوشسکو دستور داده نقشه شهر جدید آماده بشه که یک ساختمون عظیم پارلمان در اینجا قرار بگیره و یک بولوار پهن عظیم از جلوش احداث بشه و بره تا خارج شهر. سمت چپ و راست این بولوار عظیم آپارتمان‌های لاکچری ساخته بشه، اونم برای نخبه‌های رومانی، نه مردم. نخبه‌های رومانی کیان؟ اعضای حزب کمونیست رومانی و طرفداران دولت چاوشسکو. اول قرار بود این ساختمون و بولوار در منطقه‌ای ساخته بشه که همه ساختمون‌ها رو زلزله خراب کرده. اما چاوشسکو و مهندسان به این نتیجه رسیدن که اینجوری نمیشه. این همه پول خرج می‌کنی، اما این تیکه نزدیک گسل زلزله است و دوباره زلزله بیاد همه چی تخریب میشه. پس بهتر اینه که این خرابه ها رو ول کنیم، بولوار رو از منطقه‌ای ببریم که زلزله زیاد اثر نداشته و بعدها هم حتما اثر نخواهد داشت. برای همین کارشناسان تپه آرسنال رو نشون میدن، جایی که بهش میگفتن امن‌ترین جای بخارست از لحاظ زلزله. ساختمون‌هاش هم همه سالم مونده بود و مردم تو خونه‌هاشون بودن، ولی نمیدونستن که چه نقشه‌هایی داره کشیده میشه. تنها چیزی که برای این زوج اهمیت نداشت، سرنوشت مردم تپه آرسنال بود. برای همین پروژه رو تایید میکنه. قبل از اینکه این زلزله بیاد و این پروژه ها شروع بشه، چاوشسکو همین کار رو تو روستاهای کوچکتر انجام داده بود. تو هر روستا زمین ها مال دولت میشد، خونه های مردم تخریب میشد و چند تا آپارتمان ساخته میشد که اهالی روستا تو اونها مستقر بشن و روی این زمین ها برای دولت کار کنن. به این نوع معماری میگن ساختمون سازی کمونیستی که یک روستای طبیعی رو برمی‌داری تخریب می‌کنی و ساختمون‌های سیمانی زشت رو اونجا جایگزین می‌کنی. حالا شاید بگین چرا بده؟ خونه که بهشون میداده. اما این طرح‌ها برای این بود که همه رو بتونن راحت کنترل کنن و روستا دیگه آزادیشو از دست میداد. خود روستاها یک رئیس داشته که از طرف دولت بوده و به کار همه نظارت می‌کرده.
تخریب روستاهای رومانی بدترین کاری بود که چاوشسکو کرد، چون بیشتر مردم رومانی کشاورز بودن و یه جورایی شده بودن مثل برده. و بدتر از همه طرف دوست داشت رو زمین خودش و روستای خودش کار کنه، اما اون دیگه دست خودش نبود. دولت تعیین میکرد که شما کدوم روستا زندگی کنی و رو کدوم زمینا کار کنی. حتی خانواده ها رو از هم جدا میکردن. مثلا 2 برادر هر کدوم تو 2 گوشه مختلف رومانی کشاورزی میکردن. این مسائل باعث شد که روستایی‌های رومانی نه تنها از چاوشسکو متنفر بشن، بلکه از مرام کمونیستی هم زده بشن. و همین کارها بود که پایه‌های انقلاب رومانی رو کلید زد که کلیپ انقلابش در آنتن وجود داره. اینها رو همه رو تعریف کردیم که شما جو کشور رومانی رو بدونید و بدونید که لحظه‌ای که زلزله اومده چه جوی تو اون کشور وجود داشته. خب برگردیم به بولوار رویایی آقای چاوشسکو. زلزله که همه رو آواره کرده بود. آقای چاوشسکو 50,000 نفر دیگر هم آواره کرد. اون اهالی تپه آرسنال رو به زور کوچشون داد تو نقاط مختلف رومانی و وقتی پروژه شروع شد نه تنها بخارست بلکه تپه آرسنال هم به غیر از چند تا ساختمون به خصوص صاف شده و زمین آماده اجرای پروژه است. یک آرشیتکت در رومانی وجود داشت که تحصیلاتش هم کامل نبود، اما نقاشی‌های خوبی می‌کشید. یک خانم 20 ساله به نام آنکا پترسکو. چاوشسکو تمام مهندسای کارکشته و آرشیتکت‌های مختلف رو گفت برین کنار و به این خانم گفت تو باید طرح همه چی رو بریزی. اون شروع میکنه طراحی کردن و نه تنها طرح‌هاشو رو کاغذ میکشید بلکه با مقوا هم ماکتشو میساخت و میآورد به چاوشسکو نشون میداد. آنکا 10 طرح میاره به چاوشسکو نشون میده. اما بالاخره یک طرحی رو میاره که اون خیلی خوشش میاد و میگه همینو میسازی. طرح که تایید میشه میره دست مهندسان دیگه که نقشه ها رو آماده کنن و ساخت و ساز شروع بشه. ساخت و ساز ساختمون اصلی طرح شروع میشه که گفتیم سنگین ترین ساختمون دنیاست. خیلی تعجب میکنن یک رهبر یک کشور و همسرش هفته‌ای 5 بار میومدن سر ساختمون ببینن چی پیش رفته چی پیش نرفته. سنگ مرمر قرار بود نقش اصلی رو تو این ساختمون بازی کنه. تو این بازدیدهایی که نیکولا و همسرش از این ساختمون میکردن ایرادهای زیادی هم میگرفتن، به طوری که یک پله عظیم این بنا رو که کاملا از سنگ مرمر ساخته شده بود تایید نمیکردن و خیلی راحت میگفتن سنگا رو بشکنید و دوباره اجرا کنید. جالبه که بدونید چاوشسکو دستور داده بود سیستم خنک کننده اصلاً برای این ساختمون نذارن، یعنی کولر نداشته باشه که کسی نتونه از راه باد کولر اینها رو شیمیایی بکنه. برای گرما هم شوفاژ. در این ساختمون 1,000,000 متر مکعب سنگ مرمر به کار میره. 550,000 تن سیمان مصرف میشه. 7,000 تن آهن مصرف میشه. 2,000,000 تن شن و ماسه مصرف میشه. 900,000 متر مکعب چوب توی این ساختمون نصب میشه. 3,500 تن کریستال مرغوب میره توی این ساختمون و برای چراغ‌های اون به کار میره. این ساختمون 365,000 متر مربع زیربناشه که از این مقدار 220,000 متر مربع موکت لاکچری نصب میشه. فقط یک چیز خیلی جالب این ساختمون اینه که 99% موادی که تو اون مصرف شد از خود کشور رومانی تامین شده بود. یعنی در اصل خیلی از جمعیت رومانی کار میکردن تا مصالح این ساختمون رو جور کنن. حالا شاید بگین مگه چقدر خرج کردن؟ باید بدونید که 30% بودجه کشور رومانی به این ساختمون اختصاص داره. این ساختمون رو حالا یه مقدار بیشتر بشناسیم. 14 طبقه داره که 4 تاش زیر زمینه، 10 تاش هم روی زمین. بیشتر از 1000 تا هم اتاق توی این ساختمون وجود داره، به جز سالن‌های بزرگ و اصلی.
ساختمون که میرفت رو به پایان، بولوار هم باید شروع میشد. بولواری که نامگذاری هم کرده بود. بولوار پیروزی سوسیالیسم یا به رومانی ویکتوریا سوشالیسمولویی. این ساختمون به قدری عظیم بود که به این راحتی ها تموم نمیشد. 1/3 بودجه کشور رو میبلعید، اما کارم زیاد پیش نمیرفت. هنوز این ساختمون تموم نشده. بولوارم نصف نیمه معطله که توی رومانی انقلاب میشه. چاوشسکو با همسرش به سفر ایران رفتن و دارن برمیگردن، اما بخارست دیگه اون بخارست سابق نیست. چاوشسکو احساس میکنه که باید با زنش فرار کنه. اونها همین کارم میکنن، منتها دستگیر میشن و تو یک دادگاهی که بیشتر از 10 دقیقه طول نمیکشه به اعدام محکوم میشن و فوراً میبرن تو همون حیاط پشتی دادگاه و تیربارونشون میکنن. بعد از انقلاب رومانی خیلی معتقد بودن که این بنا باید تخریب بشه، اما عاقلاشون گفتن نه، این تاریخمونه و باید تمومش کنیم. ساختمون رو تمومش کردن و الان به عنوان پارلمان رومانی استفاده میشه. اون بولوار رو با آپارتمان‌های اطرافش هم میسازن، اما نه اینکه کارکنان دولت توش زندگی کنن، میفروشن به هر کسی که بخواد، که الان گرونترین خونه‌های رومانی همین آپارتمان‌هاست. خیلی از کارشناسان معتقدن که این ساختمون باید یک سمبل جهانی باشه، سمبل توتالیتر کمونیستی به شدت پرقدرت که میتونست تمام اهالی یک کشور رو بکنه برده خودش، و سمبل بودنش از این جهت که این بشه آینه عبرت که قدرت فوق‌العاده زیاد توی یک کشور به هیچ کس وفا نمیکنه. بعضیا فکر میکنن قدرت بیپایان و عمر بیپایان دارن، نمیفهمن این دنیا چقدر کوتاهه. عنصر 79 جدول تناوبی، فلزی که از وقتی که بشر شناختتش سرش دعوا را انداخته. انسان‌ها اینو برداشت کردن که هرچی از این بیشتر داشته باشی قدرتت هم بیشتره و تا امروز این داستان ادامه داره. اما بزرگترین انبار طلای دنیا کجاست؟ اینجا، شمال ایالت کنتاکی، منطقه‌ای به اسم فورت ناکس. اینجا در اصل یک پایگاه نظامیه. 440 کیلومتر مربع مساحتشه. این پایگاه یکی از قدیمی ترین پایگاه‌های آمریکاست. حتی قبل از تأسیس کشور آمریکا در زمان جنگ انقلابشون از این پایگاه استفاده می‌کردن، چون یک منطقه استراتژیک مهمه. خب بگذریم بریم سر طلا. بیشترین طلای دنیا در این ساختمونه که وسط این پایگاه قرار گرفته. طلایی که تو این انبار خوابیده بیشتر از 8000 تن تخمین زده میشه که همونطور که گفتیم اولین انبار طلا در دنیاست، اونم خیلی با اختلاف. مثلا دومین انبار در آلمانه و حدود 3000 تن طلا توشه. گاف صندوق داخل این ساختمون خیلی محرمانه است و اطلاعات زیادی ازش بیرون نیامده، اما میگن دیواره های این گاف صندوق از بتون، میله گرد و گرانیت ساخته شده. این منطقه که اصلا یک پایگاه نظامیه، اما با این وجود محافظت از این ساختمون توسط پلیس خاص خودش انجام میشه که بهش میگن پلیس مینت. افسرهای مینت پلیس فدرالن و مسئولیتشون فقط محافظت از اینجا و وزارت خزانه‌داری آمریکاست.
کل جمعیتشون هم 376 افسره. اما 376 افسره ها، یعنی از همه لحاظ امتحانشو پس داده تا تونسته بیاد وارد یک همچین جایی بشه. تا قبل از این طلاهای آمریکا در نیویورک و فیلادلفیای پنسیلوانیا نگهداری میشد. اما اونها در سال 1935 که تنش تو دنیا زیاده، میگن این طلاها رو یه خورده ببریم وسط‌تر که نزدیک ساحل نباشه تا هر کسی پیاده شد همه رو ببره. برای همین یک نقطه امن استراتژی مثل فورت ناکس انتخاب میشه. هیچ کس به غیر از پرسنل نظامی نمیتونه وارد این پایگاه نظامی بشه و تازه هیچ کس به جز افسران مین نمیتونه به این ساختمون نزدیک بشه. پس این عکسایی که دارین میبینین عکساییه که توسط خود پرسنل اونجا گرفته شده. در سال 1935 وقتی تصمیم گرفتن تمام طلاهای آمریکا رو بیارن اینجا، این قلعه به این عظمت رو که بیشترش در زیر زمین قرار گرفته در عرض 2 ماه ساختن، چون خیلی اضطراری بود. اروپا تشنج بالا بود و امکان داشت هر لحظه جنگ شروع بشه و آمریکا هم بایستی طلاهاشو میبرد یک جای امن. قبل از شروع جنگ جهانی دوم، افسران آلمان نازی میگفتن ما بمب افکن‌هایی میخوایم که عرض اقیانوس رو طی کنه. یعنی چی؟ یعنی آمریکا رو میخواستن بزنن. برای همین آمریکا عجله داشت که این طلاها رو ببره وسط خاکش. برای حمل طلاها با فورت ناکس از راهن استفاده میکنن. اونها هر قطاری رو که بار میکنن، یک پادگان نظامی هم دنبالش راه میفته که یه موقع کسی به قطار حمله نکنه و همه طلاها رو با امنیت میرسونن به کنتاکی. خرج حمل این همه طلا گرونتر از هزینه ساخت فورت ناکس در اومد. اونم نه 2 برابر، نزدیک 10 برابر هزینه برداشت، یعنی بیشتر از 4 میلیون دلار. وقتی بوی جنگ جهانی دوم به مشام آمریکایی‌ها رسید، اونها خیلی نگران شدن برای سواحل شرقی آمریکا، چون فکر می‌کردن که آلمانی‌ها میخوان بیان بمباران کنن. اونها هر چیز مهم و تاریخی توی واشنگتن داشتن جمع کردن و بردن فورت ناکس، مخصوصاً کتابخونه کنگره آمریکا رو که کلی چیزهای با ارزش و تاریخی توش بوده. معروفترین سندی هم که تو این کتابخونه نگهداری می شده اعلامیه استقلال آمریکا بوده که اونم میبرن فورت ناکس. بعد از جنگ جهانی دوم به گنجینه فورت ناکس کلی اضافه میشه. چرا؟ چون دولت مجارستان تقاضا میکنه که لطفاً این آثار تاریخی و با ارزشی که تو مجارستان داریم ببرین آمریکا برای ما نگه دارین، چون شوروی نمیذاره اینها اینجا بمونه. معروفترین چیزی که به فورت ناکس میره اینه تاج سنت استفان که در سال 1000 میلادی پادشاه مجارستان بوده. در هر صورت آمریکایی‌ها اینها رو نگه می‌دارن تا سال 1978 که مجارستان درخواست میده عتیقه‌جات ما رو برگردونید و همه رو برمیگردونن به مجارستان. جالبه که بدونید در دهه 70 در اوج جنگ سرد آمریکایی‌ها احساس کردند تمام مناطقی که میتونه تریاک تولید کنه داره میفته دست شوروی. برای همین برای تهیه تریاک نگران شدن، چون مهمترین ماده اولیه شرکت‌های داروسازی تریاکه. برای همین دولت آمریکا مقدار زیادی تریاک جمع میکنه و میاره توی فورت ناکس انبار میکنه، چیزی که برای سالها اگر مشکلی پیش اومد بتونن استفاده کنن. این تریاک ها رو برای بیشتر از 20 سال نگه می‌دارن و تا سال 1993 وقتی مطمئن شدن که مشکلی برای تریاک ایجاد نمیشه، تریاک ها رو فرستادن تو کارخونه‌های داروسازی که مصرف بشه. اینجا روزی تماشاییه که رئیس جمهور میخواد بیاد تماشا کنه. البته میدونید چرا میگیم تماشاییه؟ برای اینکه راش نمیدن، همون دم در ردش میکنن بره. میگه رئیس جمهورم راه نمیدین؟ میگن نه. فقط یک رئیس جمهور آمریکا تونسته بیاد این تو، اونم خیلی کوتاه، فرانکلین دی روزولت، که فقط برای افتتاحیه اومد اینجا رو افتتاح کرد و رفت. در سال 1974 داستان فورت ناکس تو دنیا میپیچید. همه جا صحبت این مرکز رو میکردن، اما تئوریسین های توتم بیکار نمیشستن. اونها میگفتن این دروغه، اصلا همچین جایی وجود نداره. تازه اگرم وجود داشته باشه اینقدر طلا نداره بذاره اونجا.
برای همین اجازه دادن 11 تا از نماینده‌های کنگره آمریکا وارد اینجا بشن به همراه خبرنگاران و مهمش این بود عکساییه که همون خبرنگارها گرفتن و منتشر کردن تو دنیا. اونها میگفتن بزرگترین ذخیره طلای دنیاست اینجا. این عکس رو میبینید از تو قسمت انبار تریاک ها گرفته شده. بعد از این واقعه دوباره در اینجا رو بستن و هیچ کسی رو راه ندادن تا میرسیم به سال 2017، موقعی که ترامپ رئیس جمهور شده و وزیر خزانه داری که ترامپ منصوب کرده میگه باید یه دور دیگه بریم اون تو و ببینیم آیا واقعا همه چی سر جاش هست یا نه. این دفعه دیگه به خبرنگاران اجازه ندادن، اما استیو منوچین رفت دید و گفت همه چی سر جاشه. با وجود این که هیچ غریبه‌ای نمیتونسته وارد این مرکز بشه و کسی هم سعی نکرده که وارد اینجا بشه، با این وجود فیلم جیمز باندی هم در موردش ساختن. مثلا فیلم گولدفینگر جیمز باند که متعلق به سال 1964، جیمز باند مأمور شده که کسانی که دارن از این مرکز دزدی میکنن رو شناسایی کنن. در سال 2022 در جلوی چشم ماموران فورت ناکس یه نفر وارد محوطه پایگاه میشه و شروع میکنه راه رفتن به طرف ساختمون فورت ناکس. این میومد جلو و با بلندگو بهش میگفتن ایست، اما این توجه نمیکرد، همینجوری میومد جلو تا اینکه بالاخره با تیر میزننش. پس میشه گفت فورت ناکس یک گاف صندوق خیلی امنیه تو دنیا، جایی که اگر بخوای به زور واردش بشی باید با یه ارتش بجنگی. لاس وگاس با وجود اینکه شهری در داخل کویر بی‌آب و علفه، اما تبدیل شده به یکی از معروفترین شهرهای دنیا. یک سری عوامل دست تو دست هم دادن و این بیابون رو تبدیل کردن به این شهر معروف. یکی تبلیغات، دومی هالیوود و الویس پریسلی، سومی ورود پول کلون به این شهر و سرمایه گذاری های آنچنانی. پرجمعیت ترین ایالت آمریکا یعنی کالیفرنیا در نزدیکی لاس وگاس قرار گرفته، به طوری که از پرجمعیت ترین شهر این ایالت یعنی لس آنجلس میشه 4 ساعته با ماشین بیای لاس وگاس. فرودگاه لاس وگاس یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های آمریکاست و از همه جای دنیا پرواز میاد اونجا میشینه و توریست پیاده میکنه. اما بیشتر توریستی که وارد این شهر میشه از خود آمریکاست. سرمایه گذاری های زیاد و عجیبی تو این شهر اتفاق افتاده، اما جدیدترین، عجیبترین و جالبترین اونها همین چند روز پیش افتتاح شده. این MSG اسفیر که اگر ترجمه کنی میشه کره MSG. یکی از معروفترین هتل‌های لاس وگاس هتل ونیشنه که یعنی ونیزی. این هتل این سرمایه گذاری رو کرده. داخل این کره طراحی شده برای برپایی انواع کنسرت‌ها و سرگرمی‌ها و نمایش‌های مختلف. بیرونش هم کاملاً برای تبلیغاته. بدنه خارجی این کره کاملاً LEDه و تصاویری با کیفیت بالا نشون میده هر جوری که برنامه‌ریزی کنن. قبل از اینکه این کره تکمیل بشه اسمش MSG اسفیر بود، اما انقدر نام اسفیر تو دنیا ترکونده که MSG رو گذاشتن کنار و اسمش شده اسفیر. قطر این کره 150 متره، اما قطر ارتفاعیش انقدر نیست چون یه مقدارش رفته تو زمین. ارتفاع این از سطح زمین 111 متره، یعنی یه چیزی حدود یک ساختمان 40 طبقه. وقتی اسفیر تکمیل شد، بزرگترین ساختمان کروی دنیا شناخته شد.
قبل از این کره آویچی در سوئد مقام اول رو داشت که یک کره با 85 متر ارتفاعه. شاید فکر کنید چون این یک کره است و طبقات آنچنانی نداره ارزون تموم شده، ولی سخت در اشتباهی. 2 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه برده. این کره بعد از تکمیل شدن یک عنوان دیگه هم گرفته و به عنوان گرانترین ساختمان تفریحی دنیا شناخته شده. برای ساختن این کره به یک جرثقیل برجی عجیبی احتیاج داشتن که یک شرکت تو بلژیک میسازه، شرکت سارنز، که از این جور جرثقیل‌های برجی میسازه. این جرثقیل از اول پای کار نصب شده و با برج آروم آروم رفته بالاتر. این کره طوری طراحی شده که آخرین قطعه‌ای که اون بالای بالا قرار میگیره مهمترین قطعه است و باعث میشه سازه این کره محکم سر جاش بایسته. قطعه‌ای که 115 تن وزنشه. پس جرثقیل خیلی کارش درست بوده. جرثقیلی که تونسته یک قطعه 115 تنی رو بلند کنه ببره رو ارتفاع 100 متری. ظرفیت مهمانان داخل این ساختمون 18,000 نفره. حالا میتونه برای کنسرت باشه یا هر نوع نمایش دیگه‌ای. حالا چرا یک همچین هزینه‌ای رو برای یک ساختمون کروی کرده؟ آمریکایی‌ها یک گفته‌ای دارن که همیشه تکرارش میکنن. میگن why not؟ یعنی چرا که نه؟ و تازه این ساختمون با بناهای دیگه شهر هم هماهنگی داره. بعدم بدنه اون میتونه میلیاردها دلار درآمد داشته باشه. حالا درآمد داخلش هیچی. بدنه خارجی این کره با 1,200,000 چراغ LED پوشیده شده که هر کدوم از این LEDها اندازه یک توپ هاکیه. حالا مشکل دوتا شد. توپ هاکی چقدره؟ قطر توپ هاکی معمولاً 5 سانتی متره. پس LED های خیلی بزرگ و پیشرفته ای‌اند و میتونن نورها رو با کیفیت بالا نمایش بدن. هر چیزی که تو کامپیوترشون برنامه ریزی کنن روی این کره با کیفیت نشون میده. سطح خارجی این کره بزرگترین مانیتور دنیا هم هست. تلویزیون 55 اینچی که میدونید چقدره. اگر بخوایم با تلویزیون 55 اینچی روی سطح خارجی این کره رو بپوشونیم به 60,000 تا تلویزیون احتیاج داریم. بعضی از کارشناسان تخمین میزنن این بنا میتونه گرونترین بیلبورد تبلیغاتی باشه و تخمین میزنن ظرف چند سال هزینه‌شو برمیگردونه. هتل ونیشن وقتی این کارو در سال 2018 شروع میکنه فقط هدفشون این بوده که ساختمونی بسازن که از همه ساختمونهای دیگه معروفتر بشه. با وجود اینکه چند برابر یک ساختمون معمولی هزینه داشته، اما اونها تصویب میکنن و شروع کار کلید میخوره. میدونید که ونیشن یک هتل کازینوه و درآمد شماره یکشون چیه؟ قمارخونه. برای همین پول کم نمیارن. داخلم که گفتیم 18,000 تا صندلی به یک طرف نشسته و روبروشون یک مانیتور غول‌پیکر قرار گرفته. مانیتوری که 15,000 متر مربع مساحتشه. این صفحه هر جوری بخوان تنظیم میشه. یعنی میتونست تصاویر کوچکتر بده، بزرگتر بده یا هر جوری که میخواد. مهمتر از همه این صفحه غول‌پیکر داخلی 120 FPS. FPS یعنی frames per second که به فارسی میشه فریم بر ثانیه. وقتی تعداد این فریم ها بالاست یعنی 120 تاست، تصویر خیلی نرم و با کیفیته و باعث میشه که آدم از نگاه کردنش لذت ببره. از لحاظ صدا هم که نگو. 160,000 تا بلندگو سر تا سر داخل این کره رو گرفته که همشون طوری مهندسی شده هر تماشاچی صدا رو چپ و راست منظم بشنوه و از همه مهمتر تمام تماشاچی‌ها یک جور صدا رو میشنون، چه جلوی جلو باشن چه ته ته. یک فناوری مهم دیگه هم تو این بلندگوها هست.
میتونن سالن رو از لحاظ صدا تقسیم کنن و مثلا بگن چینی‌ها بشینن سمت راست یا ملیت‌های مختلف جاهای مختلف بشینن. این بلندگوها تنظیم میشه به طرف اونها و زبون خودشون رو به گوششون میرسونه. مهندسانی که این سیستم صوتی رو طراحی کردن میگن تک تک تماشاچی‌ها مثل اینه که هدست رو گوششونه، ولی در اصل هیچ چیزی رو گوششون نیست. چند تا فناوری دیگه هم در حال ساخته، فقط مخصوص این بنا. سیستمی میخواد داخل این سالن نصب بشه که اگر قرار شد مثلا یک نسیمی بوزه یا مثلا یک موج آب رو تداعی کنه، بتونن عین واقعی انجام بدن. روی این فناوری تو کالیفرنیای آمریکا دارن کار میکنن و شاید سال دیگه آماده بشه. این ساختمون الان افتتاح شده، اما یک سری مشکل هم پیش اومده. مثلا جاده های اطراف لاس وگاس قشنگ این کره رو میبینن و راننده ها میگن خیلی توجه ما رو میگیره و حواسمون رو پرت میکنه. مالکان هتل ونیز تصمیم گرفتن یک همچین بنایی رم تو لندن بسازن. شهرداری لندن هم تایید کرده و تصویب کرده، اما وقتی این خبر اومده بیرون مردم لندن همه اعتراض کردن. گفتن اگر این تو لاس وگاس ساخته شده، اونجا یک شهر مدرنه. لندن یک شهر کلاسیک قدیمیه و با این بنا بافتشو به هم میریزیم. دبی هم دنبال اینه که اینو بیان براش بسازن، اما هنوز تصویب نشده چون پروژه عظیمیه. خلاصه اسفیر هنوز یک هفته نشده که افتتاح شده. البته دراشو هنوز باز نکردن، فقط بیرونش داره کار میکنه. نظرتون در مورد یک همچین ساختمونی چیه؟ لطفاً کامنت بدید. ساختمون‌های فوق محرمانه زیادی تو دنیا وجود داره، مثل فورت ناکس که کلیپشو ساختیم، ساختمون MI6 در انگلیس، بایگانی فوق محرمانه واتیکان که کلیپ اینم در آنتن هست، و مژگوریه روسیه که یک منطقه بسیار محرمانه است. البته موضوع ویدیوی امروز ما یک مکان فوق محرمانه دیگه است که هممون میشناسیمش، پنتاگون. پنتاگون به زبان انگلیسی یعنی 5 ضلعی، که این ساختمون هم میبینید 5 ضلعیه. این ساختمون قبل از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم آماده میشه و تحویل ارتش آمریکا میشه و همون موقع اسم وزارت جنگو میذارن روی این ساختمون. بعد از جنگ جهانی دوم نمیخواستن ارتششون رو انقدر خشن نشون بدن، برای همین اسم اینجا از وزارت جنگ تبدیل شد به وزارت دفاع. این ساختمون از لحاظ نظامی به شدت جای مهمیه. تمام سران ارتش آمریکا توی این ساختمون مستقرن. نیروی دریایی، سپاه تفنگداران دریایی آمریکا که از زبده ترین نیروهان که بهشون میگن مارین، نیروی هوایی، گارد ملی آمریکا و گارد ساحلی آمریکا همه تو این ساختمون مستقرن. همه ژنرال ها محل کارشون تو این ساختمونه و همه مدارک محرمانه تاریخ آمریکا هم تو این ساختمون نگهداری میشه. حالا شاید بگین فورت ناکس پچی؟ مگه اونجا گاف صندوق نبود؟ اما خیلی ها معتقدن امنیت اینجا حتی از فورت ناکس هم بالاتره. البته باید هم امن باشه، چون اگر این ساختمون براش اتفاقی بیفته قدرت آمریکا به خطر میفته،
چون تمام سرانش تو این ساختمونن و تازه مدارک محرمانه‌ای هم اینجاست که خیلی براشون مهمه و نباید دست کسی بیفته. روزولت رئیس جمهور آمریکا در سال 1941 دستور داد یک همچین ساختمونی ساخته بشه، اونم به سرعت، چون میدونست جنگ با آلمان اجتناب ناپذیره. با اینکه عجله‌ای بود، اما این ساختمون خیلی ارزان و همینطور روی اصول در سریع‌ترین زمان ممکن ساخته شد. به دلیل اینکه این ساختمون در سال 1941 ساخته شده بود، برای همین خیلی مسائل توش به کار رفت که امروزه اصلاً ممنوعه و سرطانزاست، مثل آزبست که کلیپش در چیز و میز وجود داره. مسئولین پنتاگون در سال 1990 متوجه شدن آزبست تو این ساختمون داره بیداد میکنه و همه رو داره مریض میکنه. اونها دیدن اگر بخوان عایق‌های آزبست رو از این ساختمون بکشن بیرون، آفتاب خرج لحیم میشه. برای همین تیکه به تیکه ساختمون‌ها رو کلاً تخریب کردن و جاش نو ساختن. البته بر طبق همون نقشه قدیمش، اما محکم‌تر، با تجهیزات مدرن‌تر و امنیت بالاتر. تیکه به تیکه ساختمون رو ریختن پایین و نو ساختن. 11 سال طول میکشه، چون شوخی نبود. 600,000 متر مربع زیربنای این ساختمونه و هر کسی رو هم نمیتونستن بیارن توی این و کار کنن. شرکت هایی هم که انتخاب میکردن خودشون شرکت های امنیتی بودن، چون نمیتونستن کسی رو بیارن داخل اینجا که جاسوس باشه و کل ساختمون رو لو بده. در هر صورت پنتاگون که از سال 1990 بازسازی شروع شده بوده، بعد از 11 سال یعنی در سال 2001 آماده میشه. هم که دیگه میدونیم سپتامبر 2001 چه اتفاقی افتاد. چند تا هواپیما رفت تو اون برجای دوقلو نیویورک، یک هواپیما هم اومد اینجا. اصلا فکر نکرد که اینجا رو تازه بازسازی کردن، کوبید خودشو به اینجا. یک شیشه از این ساختمون نشکست، اما یه تیکش تخریب شد و 125 نفر کشته شدن. حالا شاید بگین شیشه رو مسخره کردی، یه دونشم نشکست؟ نه، واقعا نشکست، چون شیشه پنجره های این ساختمون 7.5 سانتی متر ضخامتشون بوده و ضد انفجار هم بودن. برای همین پنجره ها سالم از جا در اومده بوده. بعد از این اتفاق مسئولین پنتاگون تصمیم گرفتن امنیت ساختمون رو از اینم که هست ببرن بالاتر. اولین کاری که کردن این بود که بزرگراه 110 واشنگتن که از کنار پنتاگون رد میشد رو هلش دادن عقب و فاصله‌شو از پنتاگون زیاد کردن. از طرف شرق پنتاگون یک رودخونه عبور میکنه به نام پوتوماک که اون برای این رودخونه یک پایگاه هوایی بوده. پنتاگون این پایگاهو به شدت تقویت میکنه، یعنی تبدیلش میکنه به پایگاهی که فقط باید از پنتاگون محافظت کنه، چه زمینی چه هوایی. جالبه که بدونید هیچ هواپیمایی اجازه نداره بدون اجازه از روی واشنگتن دی سی عبور کنه. فقط هواپیما اجازه داره وارد واشنگتن دی سی بشه که بشینه یا اینکه بلند شه بره. بیاد از رو پنتاگون و کاخ سفید و اینجور چیزا عبور کنه اجازه نداره. جالبه که بدونید بعضی وقتا پیش اومده که یک هواپیمای مسافربری خود آمریکا اشتباهاً وارد این حریم شده. برای اینم راه حل درست کردن. اونها یک لیزر پرقدرت قرمز رو طوری میفرستن به طرف این هواپیما که بیفته تو کابین خلبان و خلبان بفهمه که داره اشتباه میره و مسیرش رو عوض کنه. این لیزر دیگه آخرین اخطاره. اگر خلبان توجه نکنه به عنوان حمله تروریستی شناخته میشه و میزنن هواپیما رو میارن پایین. تا قبل از سال 2001 همه چی راحت بود. حتی آمریکایی‌ها میتونستن بسته‌های مختلف یا نامه بفرستن پنتاگون. اینم آدرسشه. اما الان هر بسته‌ای که برای پنتاگون بیاد، حتی از طرف مؤسسات دولتی آمریکا هم باشه، میره توی قسمت جدا که بیرون از پنتاگون درست کردن و کار اون مرکز اینه که نامه‌ها و بسته‌ها رو چک کنه که یه موقع سمی نباشه، بمب نباشه و چیزهای خطرناک دیگه. اون ساختمون که بسته ها رو بررسی کرد میندازه روی یک نواری که میره تو زیر زمین و اصلا دیگه از ساختمون خارج نمیشه.
اون بسته از راه زیرزمینی میره و میرسه به پنتاگون. ساختمون‌های پنتاگون کاملاً 5 طبقه است و 2 طبقه هم زیر زمین داره، یعنی میشه 7 طبقه. اما آسانسور توی این ساختمون فقط یه دونه وجود داشته که اونم فقط برای مواقع اضطراری بوده که کارکنان بایستی تماماً از پله استفاده می‌کردن. اما در سال 2011 دیدن که زانوهای تمام کارکنان درد گرفته. برای همین گفتن باید آسانسور بذاریم. در 70 قسمت این ساختمون 70 تا آسانسور نصب می‌کنن. در سال 1941 وقتی این ساختمون ساخته شد، کلاً 63 میلیون دلار خرج برد که میشه معادل 900 میلیون دلار امروزی. و تازه در دهه 90 که ساختمون رو تیکه تیکه ریختن پایین و نو ساختن، حدود 300 میلیون دلار خرج برداشت که میشه 2.5 میلیارد دلار امروزی. و این در صورتیه که در سال 2001 بعد از حمله هواپیما در 11 سپتامبر 4.5 میلیارد دلار خرج این بازسازی شد که به نرخ امروز میشه حدود 7.5 میلیارد دلار. راستی اگر بخواین نرخ‌ها رو محاسبه کنید، میتونید برید تو این وبسایت calculator.net. خیلی راحت میتونید 2 تا زمان مختلف رو محاسبه کنید و ببینید چقدر فرق میکنه. بگذاریم برگردیم سر پنتاگون. وقتی از دور به این ساختمون نگاه میکنیم زیاد بزرگ به نظر نمیاد، ولی باید بدونیم که اینجا خیلی بزرگه. سنگین ترین ساختمون دنیا رو که تو چیز و میز دیدین. پنتاگون 2 برابر اونجا زیربنا داره. شاید بگین پس چرا این سنگین ترینه؟ به خاطر اینکه تو ساختمان پارلمان رومانی کاملا سنگ مرمر کار شده، برای همین خیلی سنگین شده. ولی پنتاگون ساختمان بتون‌آرمه است. فکر میکنید اگر بخوایم پیاده دور پنتاگون یه دور بزنیم چقدر طول میکشه؟ اصلا چقدر راهه؟ یعنی محیط این ساختمون چقدره؟ محیط این ساختمون حدود 1.5 کیلومتره. اما اگر بخوای توی راهروهاش راه بری و همه راهروها رو بگذرونی، باید 28 کیلومتر راه بری. یک نکته دیگه که جالبه بدونید اینه که موقعی که این ساختمون رو شروع کردن به ساخت، اول قرار بود اسکلت فلزی بسازن، اما چون زمان جنگ بود فولاد ارزش زیادی داشت. برای همین گفتن با بتون آرمه میسازیم که کمتر فولاد مصرف کنیم و لنگ نشیم. اما در دهه 90 که اینجا رو بازسازی کردن، اسکلت رو به فلزی تبدیل کردن، ولی خیلی از جاهای ساختمون هنوز بتون آرمه است. انسان‌ها چه چیزایی روی این زمین نمی‌سازن؟ چیزهای موندنی و عجیب در طول تاریخ زیاد ساخته شده. اینم یکی از اونهاست.